هر سال حدود 2 میلیون آیفون توی ایران فروخته میشه. کافه های گرونی مثل ساعدینیا همیشه پرن. پس یعنی مردم پولدار شدن؟ نه، به این میگن لیپستیک افکت یا اثر رژ لب. سال 2008 وقتی آمریکا رکود اقتصادی سنگینی داشت، متوجه شدند که فروش رژ لب یهو زیاد شد. چون وقتی مردم تحت فشار اقتصادی هستن، نمیتونن آرزوهای بزرگی مثل خونه یا ماشین رو برآورده کنن. پس میرن سراغ چیزهای کوچیک که همون لحظه حالشون خوب شه. همین الان هم توی ایران داریم همین رفتار رو میبینیم. طرف کل حقوق سالش رو جمع میکنه تا آیفون دستش بگیره، یا کل بودجش رو میذاره برای سفر ترکیه. چرا؟ چون خوشی‌های بزرگ دیگه دور از ذهنشه. مجبور با خوشی‌های کوچیک این مشکل رو جبران کنه. اثر رژ لب شده نماد شادی لحظه‌ای. پس دفعه بعدی که دیدی یه گروهی دارن چیزای گرون میخرن و کافه‌های لوکس میرن یا آیفون‌های نارنجی دستشونه، بدونید صرفاً پولداری نیست. ممکنه همون اثر رژ لب باشه که باعث میشه مردم توی بحران دنبال خوشی‌های کوچیک برن.